این شم‌ترابی سحر و جادو بود که میبینی که شمع سفید با چجوری شمع سیاه رو غلبه کرد و از 4 طرف شعله‌ور شد و به این راحتی سوختش. حاجت روا شده. سحر و جادو هرچی که سنگینی بوده، حالا بابت سحر بود، طلسم بود، هرچی که بوده همه سوخت و از بین رفتش. ببینید قدرت یک ذره شمع، ببینید تموم شده. این غلبه کرد به این شعله بزرگه. مبارکت باشه عزیزم. یک چیزی احساس میکنم که این خانوم از مار هم ترسیده و این ترس سنگینی که داشته بیشتر از مار هم بوده.